این گرونترین و لوکسترین خواستگاری دنیاست که بین کردها برگزار شده و یکی از باور نکردنی ترین مراسم های خواستگاری که بین دو طایفه اصیل کرد برگزار شد. خانواده داماد فقط برای بله گرفتن از تنها دختر این طایفه بزرگ کاری کردند که حتی رسانه‌های بین‌المللی هم ازش نوشتن. این مراسم خواستگاری با حضور 100 دستگاه لندکروز صفر همراه با سفره بزرگ که با میوه‌های کمیاب و استوایی و آجیل گرون قیمت و انواع باقلوا و دسرهای وارداتی تزیین شده بود شروع شد. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. خانواده داماد برای نشون دادن احترامشون به عروس و طایفه اون نزدیک 10 کیلو طلا و جواهرات ناب به عنوان پیشکش آوردن. ارزش کل این مراسم به قدری زیاد بود که لقب گرونترین خواستگاری دنیا رو بعد از خواستگاری یکی از شیوخ عرب به خودش اختصاص داده. حتی برای مهریه عروس هم چند هکتار زمین و ویلا و سرویس اصل قرار دادن که دیگه هیچ چیزی کم نباشه. این مراسم نشون داد که تو بعضی فرهنگ‌ها مراسم خواستگاری براشون انگار فقط یه رسم نیست، بلکه نمایش غرور و قدرت و احترامه. اگه از این پست خوشتون اومد لایک کنید و یه جمله تو کامنت بنویسید.